خدای من شاهده، قریب به اتفاقه، 99.9% آدمای عصبی، زود رنج، آدمایی که زود جوش میارن، زود تحریک میشن، هر کدومشون رو من دیدم قلباشون گنجشکه، دلشون صافه، تو دلشون هیچی نیست. اینا به همون اندازه که زود جوش میارن به همون اندازه هم زود پشیمون میشن. یعنی اینطوری بهتون بگم، یه کودک کار میبینه، یه پرنده میبینه افتاده یه گوشه زمین، این اصلا دلش ریش ریش میشه، انقدر اینا روحشون لطیفه. منتهای مراتب یاد ندارن چجوری خشمشون رو کنترل کنن، تنظیم هیجان رو بلد نیستن. واسه همین حتی اگه طرف هم مقصر باشه، در نهایت اینا که مقصرن. چرا؟ چون جوش آوردن، چون سر و صدا کردن. یعنی بنده خدا هیچ سیاستی هم بلد نیستن که بابا این لحظه از خودم بتونم به نحو احسن دفاع کنم. حالا من چیکار کردم؟ اومدم کلاس هایی رو به اسم تنظیم هیجان